یک مرد ثروتمند داخل رستوران شد. نگاهی به اطراف انداخت و دید که یک زن سیاه‌پوست به یک گوشه نشسته. به سمت میز رفت و گرسون را صدا زد: برای همه کسایی که اینجا غذا میخرم، غیر از اون زن سیاه که اونجا نشسته. گرسون پول را گرفت و به همه غذای رایگان داد با جز اون زن سیاه. زن سیاه به جای این که ناراحت شود، سرش را بالا کرد و نگاهی به مرد کرد. با لبخند گفت: تشکر میکنم. مرد ثروتمند خفه شد. دوباره گرسون را صدا کرد و باز پول داد و با صدای بلند گفت: این دفعه یک خوره غذا در یک بار مصرف به همه بدین با جز اون زن سیاه. دوباره گرسون پول گرفت و شروع به دادن غذا کرد. وقتی کارش تمام شد و غذا به همه داده شد، زن دوباره لبخند زد و آرام به مرد گفت: سپاسگزارم. این زن سیاه‌پوست دیوانه است. من به همه غذا خریدم بغیر از او. او به جایی که ناراحت شود ازم تشکر میکنه. گرسون خنده کرد و به مرد ثروتمند گفت: نه قربان، او دیوانه نیست. او صاحب این رستوران است و از کار خیر شما راضی و خوشحال است. شاید کارهایی که دشمنان ما در حق ما میکند ندانسته به نفع ما باشد.